همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تره. اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون وقت که موجود اجتماعی میشه به هر حال خیلی چیزا رو به دست میاره مسلما، ولی خیلی چیزا رو من دست میده. یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده. در جنگل دیگه درخت نیست، آدم در جمع آدمه، ولی همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تره. اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون وقت که موجود اجتماعی میشه به هر حال خیلی چیزا رو به دست میاره مسلما، ولی خیلی چیزا رو من دست میده. یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده. در جنگل دیگه درخت نیست، آدم در جمع آدمه، ولی